عزیز خوش اومدید به ویدیو من علی گیمر هستم و امروز اومدیم که گیم پلی بازی جی تی ای سان اندرس رو با هم بدیم. امیدوارم که از این ویدیو خوشتون بیاد. یادتون نره حتما چنل ما رو سابسکرایب کنید، این ویدیو رو لایک کنید و برامون کامنت بذارید اگر دلتون میخواد که دنباله های بازی جی تی ای سان اندرس رو با هم بدیم. حتما برای ما کامنت بذارید. خب سویت سموک لعنتی، پس این هومیا کجا؟ لعنتی، لعنت به اونا. ایول الان وقت احوال پرسی نیست. یه حرفی تو خیابون هست که پسرها دوست ندارن. بیا اینجا بازم رو ببری بیرون. حتما یه دقیقه همونجا وایسا. یه سر به اهمیت بزن. شاید براتون سوال پیش بیاد که چرا سویت داشت تیم خودی رو میزد. داستان از این قراره که سویت تو دردسر افتاده و داشت ماشین تو ما قرض بگیرم. درسته؟ عضو گروه بیبادی من معذرت میخوام ازت. معذرت میخوام. آخه این نولا زغودایی داشت یک کمکی هم به ما بده. خب فرار کرد. او چی میزنم؟ میخوای اوزار لعنت بر تو. عشقش مادرش شاکرت عشقم مادرش دوست داداشمون نجات دادیم. زنگ زدی چرا بر نمیداره؟ این برادر منه. وقتی دوستمون رو دیدی بهم زنگ بزن. دوست اینجا داره زور از دوست دخترشه. دختره خانواده سویل تو مورد ما نگاه. آروم بشیش چه خبرته؟ چه خبرتونه اون یه خواهر داره دیگه، شماره‌شو میخوای؟ بله داره خواهرشم برام اوکی میده. نگران نباش دختر. اشکال نداره بعد یه ساعت که حرفامون تموم شد این شکلات رو به من بدین. نجات پیدا کردیم از ملکه. ایوه سیسماس اون داره خانواده ها رو از بین میبره. تو کارتو خوب انجام دادی. ای من یه جانسانم. هی من یه کار انجام نشده دارم. خب این مأموریت من با موفقیت انجام شد و داشتم شد راتی را میره. اوی ببینیم خدا بس دیگه. خسته شدیم. اوپس و چی کاره؟ چیزایی یاد گرفتیم و میخوایم عقدمون رو سر این ملت بدبخت خالی بکنیم. یاش خانم اجاب تو رایت کن. متاسفم. اوکی. حیا نمی کنی؟ لعنت بر تو. A few moments later. ارشاد کردیم ملت رو. او یارو گردن تو میشکنم. چی گفتی؟ تو غلط میکنی. مأموریت قتل معمولی من نیست. از شجاعتت خوشم میاد. خوشحالم با شما. مأموریت بعدی مونم میریم. این چی میگه؟ خستم از این که برف من گوش نمی‌کنی. به تو هیچ ربطی نداره. هر کی رو دوست داشته باشم میبینم. من فقط نمیدونم چرا با این احمق عوضی میگرد. اوه چی شده؟ حالا دیگه یه گنگستر متعصب کله پوک درو داره به من درست و غلط بودن رو یاد میده. بذار حدس بزنم سویت. خر کشتن درسته ولی دوست پسر از جنوب شهر داشتن غلطه. بعضی چیزا قسمت نیست که اتفاق بیفته. اگه بچه داشتی اسمشو چی میذاری؟ هرناندز؟ اسمش هرناندز نیست. خب لیور لوپز.
تو یه متعصب عوضی رو مادرمون اینجوری بار نیورد. من متعصب نیستم، فقط این احساسیه که نسبت به تو دارم. قیافت نگاه کن، مثل زنای خیابونی لباس پوشیدی. پس تو میدونی زن خیابونی چه شکلیه؟ یه جوری میگه انگار خیلی بده. خفه شو کار. من فقط هوا تو دارم. از چیه من مراقبت میکنی؟ از اینکه من با یکی از رفقای تو دوست بشم؟ من اینجوری فکر نمیکنم. هیچی نگو کار، فقط دنبال خواهرت برو. بعد متوجه میشی من منظورم چیه. قراره اونو تو باشگاه شرط بندی ماشین ملاقات کنه. سمعا و طاعتا. ای آهنگ دارم عوض میکنم. رفتیم توی درخت. میریم اینجا باید چی کار کنیم؟ خب او ماشین رقصان. پس تو برادر سویت هستی ها؟ زودتر تلفن کرد. تو یه ماشینی میخوای که بتونه بپره. فکر میکنم این کار تو رو بندازه. او راست میگی. چه اینطوری حرف میزنه؟ با این فنرها میتونی تمام راه خونه رو بالا پایین بپری. خوراک اسهاست، اونو از اینا خوششون میاد. راست معمولا میگی. که یونیتی پیداشون میکنیم. هر وقت خواستی به ماشین دیگه حالی بدی بیا اینجا. یاو آجی اون چرا اینطوری صحبت میگرد؟ میگه چی داریم؟ چرخ خوشگل هم میذاریم، از اینا هم میذاریم، یه همه چی گذاشتیم دیگه. ولی عجب پلیس بیخیالی، زدم ملت رو جلوش دارم پرپر میکنم باید هیچی به هیچی دیم. پلیس بیخیال. پلیس هم زدم کشتم. شعار پلیسی کی به تو گواهی نامه داده؟ خانوادش با چه امیدی بزرگش کردن و واقعا داشت رانندگی خدای خوبه، ولی این هندلینگ این ماشین بده. خب این داداشمون از ماشین پیاده شد. چی پس میگه؟ فکر میکنی میتونی ببینیم چی قره ای؟ خب اوکی یعنی 50 تا رو میبندم. Oh shit. ملت فاز گنگ گرفتن. اوکی چرا اینطوری میشه؟ اینه کدومه؟ اینجوری یه دونه راست، یه دونه چپ، یه دونه راست، چپ و راست بدیم بالا، چپ و راست، چپ و راست، بالا پایین. داشت چه اینطوری میکنی؟ یه خورده آرومتر. خدایی نمیدونم تو ذهن طراح این محله چی میذاشته. محله قطع بود، یکی این یه دونه قطار لعنتی، قطار لعنتی رو دنبال کن سیجه. تو مغز مریض طراح این محله بعد ما هم بگم چی گذاشتم. این محله رو باید طراحی کرده. دکمه ترکیبی چی بود آقا؟ والله به خدا همه رو داریم اشتباه میریم. پرفکت گرفتیم، بردیم. فکرشو نمی کردم تو بهتر بودی. همه شون این حالتی هم
دست آویزون. کارت عالی بود کارل. وای از کی حالا برادر من یه لورایدر شده. از وقتی سویت گفت بپامه تا هر کی رو ملاقات میکنی باعث دردسرت نشه. کیوندا کارت عالی بود هومز. تو همین الان باش دست دادی. بیا اینجا عزیزم. ای دست کثیف تو به اون نزن. کارل چته؟ دور شو من اون انگار که این نامزدته. هی اون با من کاورون. پس آروم بگیر، من باش خوب رفتار میکنم. ببین عزیزم دردسر درست نکن، بدترش نکن باشه. این کله پوک کیه؟ چی کله پوک؟ کله این پوک کله پوک پدرته. برادرمه. سخت نگیر هومز، اون کاری نیست. اونو سگ ولش پدر. کن. ولی من میگم کاریه. من میگم اون فکر میکنه گردن کلافته و من خوشم نمیاد. چی میدونی بهتر کچل؟ چیکار کنی؟ میتونی گورتو گام کنی. شاید اون موقع آروم بشم. نه تو گورتو گام کن، من دارم با خواهرم حرف میزنم. کارل خوزه یالا من از اختش برمیام. این برای من خیلی مهمه. باشه کله پوک، شانس آوردی. آره شانس آوردی 3 سال سفارشتو کرد. بیایم بریم بچه، بریم یه نوشیدنی بخوریم ها. من تشنمه. تشنته. بیا اینو بخور. کریم بخوریش. این محسوس خودت سیسه. کارل تو چی بیا فکر اینو. کردی؟ ببین عزیزم تو برو تو ماشین، من میخوام با کار حرف بیا از این بنوش. ببین هومز، من عاشق خواهرتم، براش ارزش قائلم، میخوام باهاش ازدواج کنم. من همین الان جلوی چاقو خوردن تو رو گرفتم. اگه از من خوشت نمیاد مسئله نیست، ما مجبور نیستیم رفیق باشیم. ولی کندل اون با من خوشه. باشه فکر میکنم حالا بهتر شد. سیزار ولپاندو. کارل جانسون سی جی. کاورون چه ماشین قشنگی داری هومز. شاید دوباره به زودی دوره هم جمع شی. ماشین رو نگاه کن. آره، چه روزی شاید. افتاده بود وقت. خب ماشین قشنگ است ولی ترکیده. $100 هم بردیم. خب داداشم هم گنگ وایسادن. چرا دنبال من میای ناموسن؟ تو کی هستی که میپرسی؟ من تو خانواده‌ام. حالا گم شد که صافه داشت. یا اول فصل او چیز اندازی میکنن. او تپ کنیم. هی تو کی هستی؟ چطوری هومی؟ منم سیزار ولپاندو. کندلو دیدی؟ اون همین اطرافه. من زنگ زدم بهت بگم تو خوب رانندگی میکنی، ماشینا رو هم دوست داری. پس آره حد میزنم. با این کجا میری؟ خب میخوای صاحب یه خورده پول بشی؟ نمیدونم ولی اگه خوشت بیاد تو مسابقه پول خوبی هست. مسابقه غیرقانونی خیابونی حتما هستم. گفتی یا نه؟ فقط لورایدرها خوباشون باید خوب باشن وگرنه تو نمیری. اوکی هستم. کی و کجا؟ تو الکرونا منتظر باش، من میام میبرمت. ممکنه با تازه وارده خورده بعد تا کنن. خب اینجا مجبوریم از دوست قدیممون حسویام استفاده کنیم. تو مراحل قبل من استفاده نمی‌کردن، دیگه مجبور شدم. ای آشغالا کثافتای اموال منو با تیر میزدید بمیرید. راحت تونستیم از محلکه بگریزیم. یه محله دیگه هم بریم و امیدوارم که عشق کنید با این ویدیو. دوستان لطفا حمایت کنید عزیزان دل. چنل با اینستا ما هم صاف کنید. گفتم صاف فالو کنید. چنل اینستا ما رو فالو کنید که بریم بالا و خلاصه مرسی دیگه. به دوستاتون هم معرفی کنید. اینم یادم رفت بگم. حتما به دوستاتون معرفی کنید چنل ما رو. ویدیو اومده پایین دیگه، خودتون دیگه حسابشو برسید دیگه. این ماشین رو اینجا پارک کنیم یه موقع غیب نشه. ایوال ناکن. الان اینجا یکی از باگ های جدی نشون میدم. ماشین کاملا صحیح و سالمه. رفت ماشین اوراقی رفت داخل و یه ماشین خوشگل ترتمیز اومد بیرون. خب ببینم این ماموریت رو میتونم برم؟ نه هنوز وقتش نشده. نه بین 12 تا 8 شب میتونیم بدیم ماموریت ها. ماموریت بیگ اسموک رو میدیم جاش.
داداشای گروه سیریت هم اینجا چه چخ قدیم. ببین آره میذاریم اینجا. اوجیلوک یکی از دوستای ماست، میبینیمش. هی میدونی که جفری چند هفته یه توی زندونه؟ میدونم. هی چطوری سی جی؟ چه خبر؟ تو چه خبر؟ میخوای بری زندون؟ چی؟ نه ما داریم میریم جفری رو بیاریم، امروز داره آزاد میشه، میخوای بیای؟ آره حتما. جفری تو زندان چی کار میکنه؟ بعدا راجبش حرف میزنیم، دیگه داره دیر میشه. را بیافت. چش بزن بریم. از همراهی باهات خوشحالم برادر، منو ببخش. نگران نباش. اوجیلو. آره اون حالا گنگستره. ببینم حالا چی کار میکنه؟ هرچی میتونه بندازه توی زندگی برای تمام با دیوونه بازی با ماشین از این مزخرفات. خب الان اوجیلوک رفیق گنگستر ما در زندان به سر میبره و الان قرار آزاد میشه. این اداره پلیس بیشتر تا زندان. ای اون عوضی کجا رفت؟ این روانی رو نگاه کن، یه جور رفتار میکنه انگار حالا دیگه گردن کلفته. این روانی رو نگاه کن، دیگه فکر میکنه پوست کلوف شده. ای چی کار میکنی جفری؟ ای پسر اون اوجیلوکه، من اوجیلوک صدا کن. ببخشید. خب چطور بود هامی؟ تو چی فکر کردی؟ چطوری بود؟ ای آروم باش شفیق، حالا میخوای چیکار کنی؟ من باید این عوضی رو بکشم، اون به من بی‌احترامی کرد. ای جفری فکر ناخونت میکردم نشکنه. دانشگاه. ای گوله بابای تو، اون عوضی شعرهای منو دزدیده، من باید دقلشو بیارم، منو بساز. هی بس کن دیگه، برو توی ماشین روانی. چقدر سوس میگی مرد، کمتر سوس بگو. دادی به من نقشت چیه گنگستر؟ تو الان دیگه یه مرد آزادی. من آزاد نیستم، من حرف مشروط خوردم. اون آوازی همیشه همه رو خراب میکرد. آره راست میگی، هنوز اوضاع اینقدر خراب نیست. من دارم تکنیسیان بهداشت میشم، پیش به سوی موفقیت. ولی آهنگش قشنگه. یکی از افراد گروه واگوس دفتر شعر دوست ما اوجیلوک همون جفری رو دزدیده، ما باید پسش میگیریم. نکته همینه، این منطقه اون نیست. من اهمیتی نمیدم، من گنگسترم. لوکو با کازانووا تنها بذاری. هی بچه ها، من دنبال جف یعنی لوک میرم. باشه میبینمتون بچه ها. سماک چش دوا کن، روزی نگیری. فردی من اومدم سراغت عوضی. هی لوک وایسا. جفری تو اشتباه میکنی، اون فقط یه هدیه بود. چه صدای نازی دارم. کلی رفیق دارم، تو لاغری من خوشم نمیاد. این تو مسیجیم چون داد این کار را میکنه؟ حتما چون دادی. اون پس بدی عوضی، من گنگسترم. کتاب شعرتو دزدیده. من هیچی راجع به شعر نمیدونم. هی اون عوضی داره در میره. قیافه به صدا نمیخوره. هی لوک برگرد اینجا نیگا، تو دیوونه ای. اما من داشته باش سی جی، من از حقم دفاع کنم. فرندی رو دنبال کن و دنبالم بیا. ببین عوضی لعنتی از یه جایی میره سخت میشه بهش تیر زد. آش خانم شرمنده ایم دیگه. عشق تازه حرف تو مردم شنگ درازه لعنتی تیر میزنه. یالا عزیزم صبرم تموم شد. جون بیا بریم صبرتو پر کنم. بمیر دیگه.
چه سکونم. چون دوست داری؟ بغض نکن که بغض چشمان شده میندازه به جونم با خیال گل میگیره من بند استخونم. چون دوست داری ها؟ بمیری دیگه لعنت به تو. ملت بیگناه لس سانتوس زیر میگیرید. عوضی سوار شد جفری. اگه میتونی منو بگیر. اشتم معرفتت گرم وایستاده ما بریم دنبالش. قدم معرفتت کردم حداقل ما میرسی و دنبالت کنیم. لعنتی کجا رو انتخاب کردید؟ کثافت. جاده رو برعکس میریم الان. ای دروغ. کجا رو رفتی؟ رفتی پایین؟ رفت پایین. خدای وایستا دیگه. اینجا رو دیگه گازید رفت. تو که میدونی من از دنبال بازی خوشم میاد. دنبال بازی دوست داری نه؟ الان جوری یاله بکن بخور. چه با ناز صحبت میکنم. ای میفتیم ای دروبت. اش کجا وایسای رو نرده با میستی؟ پشت کارتو بیشتر کن عزیزم. رو نرده میشینه پشت کار. او از این برفتم. خدا وکیلی چه حوصله ای داری؟ نصف لس سانتوس ما رو برگردون. اونجا وای میسه سب کن ببینیم. اون قلب منو شکست. بگیریدش بچه. من اون کسافتو میکشم. بیا کشت. هیچی نگو. کار راحت کردیم. تنها بودی لاک؟ ای من سیبیل دوست دارم. من جدی گرفته بودم نه مثل شما متقلبا. یالا گنگستر بیا برگردیم به گروه. نه نمیتونم باید برم سراغ شغل جدیدم. هرچی تو بخوای. میخوای برسونمت؟ حتما را بیا. دو ستاره گرفتیم. اونجا کار دارم. بیا از این ور از این ور اومی. دنبال دردسری. آره دنبال دردسرم. این احمقو بکشی. بیا بودو همیشه یادت باشه. خیلی خوب ما چه تو گرفتم. هدت تک. دیوز عزیز ما دوباره اون مرحله رو مناچار از اول رفتیم و الان داریم ادامهش میدیم. داداش آروم باش. میتشه نفس عمیق یاد. داشتیم یه تکنیسیان حرفه‌ای. باش کنار بیا. خواهد نگاه کردی چه آشغالی هستی. خودتو چیز نکن برای من میدونم تو فعال شوری. منو میاد کارو به خوبی انجام دادم. آره فکر کنم باشه گنگستر. بله این اوجیلو که ما هی داره خودش خاص میکنه و در واقع توالت شوره. همه عشقم وطنه. همه آب و نون نبود خونه بدوشی شب و روز. بهانه جنون نبود شاست کوچون بالا که همه آب و نون نبود خونه بدوشی شب و روز.
بودیم سی جی. غریبه نشو احمق. آره حتما میبینمت. مثل دو رفیق. تا بعد. خب دوستان عزیز مرسی از اینکه این ویدیو رو دیدید. یادتون نره حتما چنل ما رو سابسکرایب کنید، این ویدیو رو لایک کنید و برای ما کامنت بذارید. قربون شما برم. خداحافظ.